حالتی هست این که دیگر نمیدونه چیکار کند. پشیمانترین انسان هست. پشیمانترین انسان هست که چرا؟ به خاطر ذاتی نکردن که همیشه اون هست و نیکی های من رو قدر میکند و ثبت میکند، اجر میدهد. برای همین دانشمندان اسلام میگویند که هر نیکی رو کردید، هر نیکی عبادت است. تمام نیکی عبادت است. تمام عبادتی کرده رو به زبان نیار، یا به هر کسی که کمک کردید نگویید که من به فلانی 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 این و آن و دیگر کمک کردم. به زبان نیار. و اگر در ذهنت چرخ بگو الحمدلله که نیکی انجام دادم، الحمدلله. با همین جنبه است، دوام نده. مبادا اگر گفتید که فلانی 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 ها رو من کمک کردم بین مردم، کل این نفسی هر انسان این رو میخواهد. نفسی تمام انسان این رو میخواهد که خود نمایی کند، نیکیش رو دیگر رو ببینم، در پیش مردم سار یک نمازی با تمکین در تنهایی مثل یک مرغ دانه چین کت 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 زود میخوانه، خدا نشان ندهد. لیکن این نفس رو باید مسلمان سرزنش کند. این نفس رو باید مسلمان سرکوب کند که نگذارد که این نفس بالای ایمان و بالای عقل غلبه کند. وقتی که نفس انسان بالای عقل و بالای ایمانش غلبه کند، پروردگار اون رو میگوید که حتی از حیوان بدتر است. وقتی که عقل ایمان بالای نفس غالب بیاید، پروردگار اون بنده اش رو میگوید که از ملائکه برتر است، از ملائکه بالاتر است، افضلتر است. چرا؟ به خاطر اینه که حالا نفس تقاضای خودنمایی دارد. نفس تقاضای یعنی چی دارد؟ خود تعریف کنی دارد. نفس میخواهد که شهرت داشته باشید. نفس میخواهد که تعریفت کنند. وقتی که این نفس رو سرزنش کردید و نفس رو لجام زدید، پس در نتیجه میشوید از ملائکه برتر. اگر نفس بالای ایمان و عقل و فطرت سالم غالب بیاید، هر چه که نفس گفت همون رو انجام بدهید، پس پروردگار میگه از حیوان بدتر است. چرا؟ به خاطری که ملائکه نفس ندارد، گناه نمیکند. ملائکه ها و فرشته ها نفس ندارند، اصلا میل گناه ندارند. میل خودنمایی و خودنشاندهی و کبر و غرور و خودنمایی ندارند، اصلا ندارند، نمیکنند. تمام. لیکن انسان دارد. با وجودی که این خصلت و این صفت رو دارد، این خصلت زشت صفت بد رو دارد، لیکن نفس رو سرزنش میکند، پس میشود از ملائکه برتر. اما اون جایی که حالا همیشه پیروی از نفس میکند، از حیوان بدتر میشود. چرا که حیوان عقل ندارد. حیوان عقل ندارد که همیشه کارش خوردن و شاخ زدن و دیگر عقل ندارد که اون کارها انجام میدهد. انسان عقل دارد. انسان عقل دارد. اگر پروردگار به انسان عقل نمیداد، برای انسان نه حرام میبود نه حلال میبود، نه شریعت میبود نه کتاب میبود، نه پیامبر میبود نه جهنم میبود نه جنت میبود، هیچ چیز نمیبود.